بعد برام پیدا کن. لاکسلی. من برای پیدا کردن رابین لاکسلی به اینجا آمدم و پیداش میکنم. شاید یکی از شماها بتونه جای اونو به ما بگه و برای این کار از ما پاداش بگیره. کسی نمیدونه؟ کسی نمیدونه؟ ما یک جایزه خوب میدیم، مثلا 20 پوند. شاید یکی پیدا بشه که بدون اون کجاست. چرا همتون خفه شدید و حرف نمیزنید؟ زبانشون رو ببین. هر ساعت یکی تا یک نفر حرف بزن. رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند. داروغ زبانت را بریده. جنگل شروود. دارین اشتباه میکنین. چرا؟ چون داریم از این چیزای اضافی خلاصتون میکنیم؟ شما از طرفدارای داروغ هستید، اینطور نیست؟ نمیدونم. نه، ما هم مثل شما مخالف اون هستیم. حالا چی میخواید؟ مداد؟ ما باید با هم متحد باشیم، میفهمی؟ ارباب تو بهشون بگو. اون خرگوش مال، فکر کنم اون خرگوش هنوز خوب نپخته. به نظر من که خامش خوشمزه تره. خام؟ اصلا خوب نیست، منظورم اینه که خیلی خطرناکه. اوه، میشه تو خفشی؟ تو یه اشرف زاده ای؟ بله. اوه که چی؟ بوی اشرافو میده، بوی خوبی میده، بوی گل میده. گل رز. تو هم با گل رز همون میکنی؟ آره همون برو میکنی. من حمام کردم، اون فقط با گل رز دست و صورتشو شست. پس تو هم مثل لردا حمام میکنی. فکرشو بکن، میگه یاقیه ولی با گل رز حمام میکنه. نه جان، داری اشتباه میکنی. بگیرش جان. اسباب مال شماست، مراقبشون باشین. پس برای چی آمدید اینجا؟ ما قصد داشتیم بیایم تو جنگل، مجبور شدیم. کار شما اینه. آره کار ما اینه. راهزنی بی هدف. راهزنی بی هدف. من نمیفهمم این چی میگه. تو میفهمی چی میگه؟ اهمیت نمیدی از کی دزدی میکنی. دوست من به کمک احتیاج داره. قبلا همه چیزشو دزدیدن. هرچی که تو این دنیا داشته. آره همه چیشو دزدیدن. تو باور میکنی؟ واسه ما مهم نیست. کار ما تمومه. خوب فکر کنید، ما یاقی هستیم. تازه اول کارتونه. اوه، حرفای گنده ما رو ترسوندی. چه آدمایی وحشتناکی بودن. شانس آوردیم، هرچی داشتیم از همون گرفتن، ولی اسلحه هامونو نبردن. باید بریم دنبالشون و بهشون درسی بدیم که هیچ وقت یادشون نره. ولی تو میخوای چیکار کنی؟ چرا وایستادی نمیای بریم باشون بجنگیم؟ خب بهتره همینجا منتظر بمونیم. چرا؟ چون که مچ حق با توه. باید بهشون یه درس بدیم. آقایون. اوه نه، ارباب نمیخوای که چرا؟ بریم. تیک تاک تیک تاک. بهت گفته بودم که مزه نداره.
مثلا این بهترینشه، ولی خیلی بی‌مزه است. عموم مواظب باش، شاید خوب نباخته باشه. اینجا جنگل ما هم هست. نمیخواین با ما بجنگیم؟ لباسای ما رو برگردونیم. رابین! امارت لاکسلی. این غیر قابل تحمله. وقتی این مسائل تموم بشه رابین برمیگرده و حساب همه. رابین دیگه ارباب اینجا نیست. حالا ارباب شرووده. رابین جنگلی رابین وود. چه جالب. رابین وود. شاید خوشش بیاد. بهش بگو. چی بگم؟ نه بهش نگو. چرا؟ ممکنه خوشش نیاد. شماها شورشو در آوردین. اینو میدونین؟ من و اربابم 5 سال تمام برای حفظ این سرزمین جنگیدیم که چی بشه؟ که آخرش گیر آدمایی مثل شما بیافتیم؟ که ما نامردی تمام با بیشرمی حتی لباسهای ما رو بدزدین و مسخرمون کنین؟ ما شما رو مسخره نکردیم. بچرخین. چی؟ بچرخین. دیوونه شدی؟ تکون بخورین. خیلی خوبه. خوب تکون میخورین. چه احساسی دارین؟ شما با ما مثل حیوان رفتار کردین. شماها دار و نداره آدمای بیچاره رو ازشون میگیرین و بعد رهاشون میکنین تا بمیرن. باشه حالا چی میگی؟ شما انسان نیستین. اموال فقرا رو میدزدین. فکر میکنین اون بیچاره ها یه مش برن که باید بمیرن. شما دیگه چرا اونا رو غارت میکنین؟ داروغه بیرم هر روز داره غارتشون میکنه. جنگل قایم میشین در حالی که اون داره مردم رو میکشه. تو هم فرار کردی اومدی تو جنگل، چرا خودتو نمیگی؟ جلوشو میگیرم. من جلوشو میگیرم. ما نمیتونیم جلوشو بگیریم مگر اینکه فرمان سلطنتی اونو عزل کنه. اگه ما اراده کنیم همه چیز درست میشه. با یه نقشه درست جلوی بیرحمیای اونو میگیریم. ما به روش خودش باهاش مبارزه میکنیم. از خودش میدزدیم و بین فقرا تقسیم میکنیم. از اونا میدزدیم و شماها مثل موش برین تو سوراخ قایم بشین. همون کاری که در 5 سال گذشته کردیم. خیلی خوشبینی پسر. موفق باشید. آره میبینی. فقط حواست به همه جا باشه، مخصوصا پشت سرت. شماها در موقعیتی نیستین که با ما بحث کنین. کل پوکا. خب ببینین، شماها ما رو بستین، بعدش ما شما رو بستیم، حالا دیگه بی حسابیم. میتونیم با هم باشیم. من قبولت ندارم. منم همینطور. تو رابین لاکسلی هستی؟ رابین ارل نایتون؟ خوبه. فکر کنید، سرسختی نکنید، بگید رابین کجاست. حرف بزنید. اون هیچ وقت دیگه ارباب نمیشه. اون دیگه هیچ حقی نداره. حالا من ارباب هستم برای همیشه. خواهش میکنم دستشو باز کنید. لاکسلی ما را آوردین خونه؟
ظاهرا برای جایزه گذاشتن. 20 پوند. تو اونو ببر تحویل بده، ما مراقب اون دوتا هستیم. من که مردم. منم همینطور، کسی تو رو یادش نیست. حالا چرا یکی دیگه نبره؟ جان جان که نمیتونه بره، اونو فاری میشناسنه. چرا جان بره؟ ما همه جای بسیط از سالها تو جنگ بوده، روحش آسیب دیده، درکش ضعیف شده، به بی‌نظمی و به بیقانونی عادت کرده. این بلا سر رابین آمده. من شنیدم در سرزمینی که می جنگیده چنان سربازها رو از همه چیز متنفر میکنن که وقتی به سرزمینشون برمیگردن فقط به فکر نابودی باشن. شاید این بلا سر رابین هم اومده باشه، ما نمیدونیم، ولی میدونیم اون با این کارش در ناتینگهام در برابر اربابش چهره خودشو سیاه کرده، حتی در چشم شما که انتظار زیادی ازش داشتید. متوجه باشید اشتباه نکنید. اون ظاهرا به دنبال عدل و عدالت برای مردمه، ولی اون فقط به دنبال از بین بردن این حکومته. حکومتی که ما رو سر پا نگه داشته، حکومتی که به خاطرش کار میکنیم و مالیات میدیم. اون ما رو بی ارزش کرده، کارها و زحمات ما رو. اون یک زبان دیگه ببرید. آلیس نه چی کار میکنی؟ این بیرحمیه. اون آلیسه. آلیس؟ همسرم. آرامش تو حفظ کن جان، اون فکر میکنه که تو مردی. دیگه نمیتونم تحمل کنم. نه اشتباه نکن جان، صبر کن. دیگه فرصتی نیست. من همسرتو نجات میدم. منو بذار پایین. دستامو باز کن. کمانمو بده سریع. هر کاری میگه بکنیم. اون اینجاست، پیداش کنید. بریم. من میمونم. چی؟ هیچ وقت فراموشت نمیکنم، ولی من باید اینجا بمونم. شماها برین. نه برو، من یه راهی پیدا میکنم. داروغ تو رو دار میزنه. اگه اینطورم بشه مثل یه آدم ترسو نمیمیرم. خیلی خوب داروغه، من خودم اومدم. این بازی رو تموم کن. خب میخوام بدونم حالا که من خودم اومدم 20 پوند جایزه رو میگیرم؟ تقریبا به هر خانواده 1 پوند خورده ای میرسه. برای تمام زمستونشون کافیه. جالبه. کمان تو بذار زمین و تسلیم شد. من گای گیزبورن هستم، ارباب جدید این املاک که به زودی شکارگاه میشه. دیگه به وجود تو در اینجا نیازی نیست. کمانتو بنداز زمین. بازی بیرحمانه ای بود. بازی؟ تو نمیفهمی که نمیتونی با من بازی کنی. نمیتونی. تو در ناتینگهام اشتباه کردی. میخواستی قهرمان دهاتیا بشی. چرا خودت سعی نمی کنی قهرمان دهاتیا بشی؟ فردا صبح برای بررسی این موضوع یک جلسه خواهیم داشت. فردا صبح دارت میزنیم. بیچاره رابین. اون مرد خوبیه. من نمیشناختمش.
اون جون همسرتو نجات داد. زنده است، هنوز نمرده. قصر ناتینگهام. اومدید؟ ما پولدار شدیم. چی شده؟ به خاطر زنش جایزه رو نگرفتیم؟ رابین خودشو تسلیم کرد. به داروغه؟ داروغه داشت زبان مردم رو میبرید. اون نتونست شاهد بریده شدن زبون آدما باشه. خنده دار میشه اگه به جای اینکه بگن گربه زبونتو خورده بگن داروغه زبونتو خورده. چی؟ تصورشو بکن، تو نتونی حرف بزنی، ازت بپرسن خب چی شده؟ داروغه زبونتو خورده؟ ما نمیتونیم همینجوری اینجا بشینیم. باید یه کاری بکنیم. باید بریم به ناتینگهام و نجاتش بدیم. چطوری؟ ما کاری نمیتونیم بکنیم. کاری نمیتونیم بکنیم؟ اگر رابین نبود تو الان درسته تو مرده بودی. آره ولی بالاخره اون میخواست بقیه رو نجات بده. ببینیم نمیشه بشینیم اینجا تا بکشنش. ویل بسیار خوب، خودم تنها میرم. باشه برو. بایستا صبر کن با اسم من. جون همسرم در خطره. باید بیارمش. کجا بیاریش؟ اینجا. بیارمش جنگل پیش خودمون. ولی آلیس تو جنگل نمیاد. چرا نمیاد؟ چیزی هست که تو نمیدونی. حالا دیگه تو هیچ نیستی. این طرف یه کاری که کرد نزدیک بود کارم از دست بدم. کارتو در ازای نجات آدما مهم است. حالا دیگه نمیتونی کسی رو نجات بدی. تو دیگه رابین اهل لاکسی نیستی. رابین هود جنگلی. رابین هود یا وود دیگه فرقی نمیکنه. داروغه نقشه خوبی برای تو یاغیایی مثل تو کشیده. فردا صبح تمام کسایی که تو رو قهرمان میدونن دار زدن تو میبینن. نایتونهام. هیچی؟ چی کار میتونستم بکنم؟ در مورد داروغه بهش اخطار دادم. بله سرورم، ولی باید به حرفای پدرم گوش میکرد. حالا یه یاغی شده. اینو میدونم بانوی من. و این هیچ چیز رو تغییر نمیده. ولی اون منو ببخشین، این انصاف نیست. اون سعیشو برای تغییر اوضاع اون کرد. دستگیر شده، اونم بعد از یک روز. این چی رو تغییر میده؟ اون خودشو تسلیم کرد تا زبانها رو نجات بده. کجا؟ در لاکسلی. داروغه داشت زبان مردم رو میبرید تا شاید بگن که رابین کجا قایم شده. من از اون متنفرم. از شماها متنفرم اگه به رابین کمک نکنیم. مرد جوان، من با شورای داوری صحبت کردم. ارباب تو خودشو محکوم کرد. سرنوشتش چنین بوده. زمانی که می جنگیدیم اربابم رویایی داشت. رویای ازدواج با شما. شب بخیر.
دنبال کی هستی؟ جان چی؟ جان کوچولو. مردم بهم میگن جان کوچولو. میدونی چرا؟ چرا؟ چون به پدرم میگفتن جان دوسته. جان کوچولو. اون یه قهرمان بود. اون بزرگ بود. اگمونم. اسم تو چیه؟ من اومدم حال مادرتو بپرسم. اون چطوره؟ همیشه خسته. همیشه در حال دوختن. میدونی قراره چی بشه؟ چی؟ قراره دیگه همه چی خوب بشه. آها. اون به مردم گفته نگران خوراکشون نباشن. به فقرا قول داده براشون خونه درست کنه. واسه ما همیشه غذا میاره. دفعه پیش ماهی آورد. من ماهی دوست ندارم. ولی من دوست دارم. رابین هنوز از ناتینگهام برنگشته. برگشته؟ اما جان کوچولو، تو کجایی؟ جان کوچولو، خونه نمیای؟ نمیتونم جان کوچولو، نمیتونم. جان دیر وقته. بیا بریم. میخوام باهات حرف بزنم. فکر کردم دیگه نمیخوای حرف بزنی. اون مربوط به قبله. چی میخوای بگی؟ مهارت تو در تیراندازی مشهوره. وقتی دیدی دارم زبان رایت ها رو میبارم چرا منو با تیر نزدی؟ آدمات همه جا بودن. من نیرویی نداشتم. فایده نداشت. خب شاید تو راست بگی، اما چرا خودتو تسلیم کردی؟ نگران اون آدما بودم، بیشتر از اینکه نگران خودم باشم. تو اینو نمیفهمی. موضوع این نیست. میدونی موضوع چیه؟ نه. موضوع اینه که تو بیشتر نگران من هستی تا نگران خودت. نه. پس چرا منو نکشتی؟ اینو خوب میدونستی که من اعدامت میکنم. اینو میدونستی. تو مزده خون خوب میشناسی. Robin of Locksley, honored for his service in the King's private guard. How many men did you kill in the Holy Land, I wonder? میبینی مردمی که انقدر دوستشون داشتی به درد سر افتادن و تو میتونستی منو با تیر بزنی ولی نزدی. من تو رو میکشم هر وقت که بخوام. البته اگر این راه جلوگیری از خونریزی باشه، اما این تنها راه حل نیست. تو منو اونجا نکشتی چون میخواستی خودتو قربانی کنی. این کاری بود که کردی. فکر میکنی موفق میشی؟ فردا همه چی معلوم میشه. شاید همه چیز عوض بشه. حالا تو دوست داری حرف بزنی. زندان با برا باشم. تو آزادی، ولی باید بگم اگر بری فردا صبح یکی دوتا از دوستانت به ناچار به جای تو اعدام میشن. چه میشه کرد؟ زندگی خیلی بیرحمه. نمیدونم چرا مردم ما خودشون به درد سر میندازن و 3000 کیلومتر راه میرن تا با دشمن بجنگن، در حالی که دشمن واقعیشون همینجاست. گوش کنی؟ صدای اومد، شما شنیدی؟ فکر میکنم یک مرد مرده حرف زد. شنیدن اون حرفا برات سخت بود؟ نگران نباش. For if you've never kissed a boy called John, you don't know what you've missed, not kissing little John.
یعنی موفق میشه؟ اگه میخواد چیکار کنه؟ میخواد تنهایی بره به ناتینگهام و اربابشون نجات بده. داروغه هر دوشونو دار میزنه. کاش بهش یه اسب میدادیم. نمیتونستیم یه اسب از دست بدیم. خدا کنم مردم لاکسلی مثل شما نباشن. منظورت چیه؟ اونا دیگه چیزی برای زندگی ندارن. مردم بدبخت. پس برو خودت نجاتشون بده. برو دیگه، ما خودمون مشکل داریم. همه قانون شکن و فراری هستید. پس تکلیف اونایی که تنها گذاشتی چیه؟ به ما مربوط نیست. میدونی که بلای سر خانواده‌ای که فقط یکی از اعضاش قانون شکنی کرده چه دردناک. نشنیدی چی گفتم؟ ما به ناتینگهام نمیریم. همه ما به ناتینگهام میریم. علت حضور شما در اینجا چیه سرگای؟ امیدوارم حضور منو در لاکسلی بپذیرید. برای من افتخاره. نمیدونستم. انگیزه من فراتر از این هست. اینو میدونید. شأن و ارزش و افتخار نام گیزبورنو به درم به من داده. از این بابت بسیار خوشحالم. بعضی از افرادم عنوان منو زیر سوال میبرن. گای از گیزبورن. گیزبورنی وجود نداره. لاکسلی گیزبورن شماست. بله درسته. و قصد دارم اسمشو تغییر بدم. فکر میکنی تغییر اسم چیزی رو تغییر میده؟ وقتی یه زن ازدواج میکنه اسم شوهرشو میگیره. این تغییره. رابین چی میشه؟ در چه موردی؟ قطعا اون با غصب کردن زمینش مقابله میکنه. اون میمیره. اگه مجرم شناخته بشه نیازی به محاکمه نیست. فردا صبح دارش میزنن. قانون میگه باید محاکمه بشه. بله ولی اون یه قانون شکنه. در این اوضاع آشفته داروغه مورد خاصی رو در نظر گرفتن. همه یاغیان در شرایط جنگی دشمن محسوب میشوند و میتوان آنها را بدون محاکمه زندانی یا اعدام. نه. را بنابراین ما باید عدالت رو اجرا کنیم. میبخشید انتظار حضور شما رو نداشتم. نگران نباشید پدر، سرگاهی داشتن ما رو ترک میکردن. نایت مووی. چطوری سگ خوب؟ صبح بخیر؟ من اینجا قربان اوضاع رو بررسی کردم و همینطور که میبینید این نردبان اصلاً به درد نمیخوره. دشمن بالا. بیا دوست نامهربان من، قبل از مرگ ملاقاتی داریم. اون کجاست؟ چی کجاست؟ انگشتری که سالا قبل پدرم بهت داده بود اون موقع هنوز به شرارت های تو پی نبرده بود. بهتون که گفتم با این ده چیزی نمیتونید از اون بگیرید. من میدونم چی کار باید کرد. یه روش خوب؟ این وسیله خوبیه. وقتی اون حرف بزنی تو هم اینجایی؟ البته. نه این اجازه رو نمیدم چون جاشو میفهمی و میری انگشتر رو میدوزی. خانم بهتون اطمینان میدم که من به چیز دیگه علاقه دارم. شکنجه دادن
منو بیشتر خوشحال میکنه. شاید، ولی اگه انگشتر اونجایی که میگه نباشه همه به تو شک میکنن و این اصلا منصفانه نیست. میخوام تنها باهاش حرف بزنم، تو برو. نمیتونم خانم. بی جهت اصرار نکن، درا رو بستی و اون نمیتونه فرار کنه. نه نمیشه. بله هرچی شما بگید. تو یه احمق دیوونی. اینو قبلا هم گفتی. گوش میکنی چی میگم؟ بهت گفته بودم درگیر شدن با داروغه فایده ای نداره، ولی تو گوش نکردی. چاره دیگه نداشتم. چرا نداشتی؟ باید خوب فکر میکردی. اشتباه کردی. من خواستم جلوی اعدام مردم رو بگیرم. من از مردم دهکدم حمایت کردم. در عوض چی گرفتی؟ من یه کار شرافتمندانه کردم. بعد از مرگ تو تکلیف مردمی که حرفشون میزنی چی میشه؟ کی ازشون حمایت میکنه؟ مردا از این افتخار چی میخوان؟ افتخار بالاتر از تعقل و منطقه؟ این یه اصل کاری از پیش نمیبره وقتی تو مرده باشی. میتونستی از همون اول وارد این بازی نشی. Following your king to the Holy Land if you cared so much about your precious people. But you didn't. You chose war. You chose glory. این حرفا برای چیه؟ اگه تو واقعا همینطور که میگی نگران مردم لاکسلی هستی، چطور تونستی؟ Off to battle thousands of miles away. من آرزوهایی داشتم. نقشه ما اینه. کنار در میستی و زندانبانو صدا میکنی. وقتی اومد محکم میزنیش، بعد خیلی سریع از در شرقی سیاهچال خارج میشی. من به نگهبان اونجا پول دارم. من نمیتونم فرار کنم. چرا میتونی؟ اینطوری داروغه پیروز میشه. کلمه از حرفایی که گفتم متوجه به من نشدی. اعتماد کن. یه نقشه دارم. یه نصف نقشه. نه طوری نگام نکن که انگار نه. اومدیم نجاتت بدیم. با اونا اینو فهمیدن. کماندار آماده باشن. به زندان حمله شده. یاغیان در باز کنید. خدا رو شکر. این به کمک نیاز داره. متشکرم که اومدی. بریم قبل از اینکه دروازه رو باز کنم. صبر کنین. فرار رو کمی عقب بندازین، فقط برای مدت کوتاهی. کاری دارم بعد به شما ملحق میشم. چی؟ اگه طول کشید منتظر من نشید. برید. بسیار خوب. متشکرم. ارباب نه، شما نباید برگردید. اگه برید اونجا بمیرید منم میمیرم از قصه. پس باید با ما بیاید تا من زنده بمونم. من نمیتونم همراه شما بیام. به کمکت احتیاج دارم. این کار خطرناکه. بله. چرا اون؟ چرا من نه؟ چرا من نه؟ جان کوچولو. سلام بر شما. جناب داروغه به من دستور دادن سری بهشون بزنم. از سر رام برین کنار. نگهبانان رابین فرار کرده.
تویی؟ دیروز در لکسلی تو چهره واقعی خودتو نشون دادی و امروز نوبت منه. حق با تو بود. من اشتیاق به خونریزی رو از دست داده بودم و اگه تو یک بار دیگه جرأت کنی خواسته یا ناخواسته به کسی آسیبی برسونی، زبونی رو ببری یا دستی رو بشکنی و یا حتی برای رسیدن به من یک تار مو از سر کسی بکنی، به خدای بزرگ قسم نمیذارم زنده بمونی، میکشمت. باور نمی کنم. باور کن. تو هیچ شانسی نداری. هیچی. ثابت کن. من عوض نمیشم. اگه تو اینقدر مطمئنی منو بکش. جالبه، ولی این کارا هرگز تو رو به هیچ جا نمیرسونه. تعجب میکنم چرا اصرار داری ثابت کنی قادر به انجام کاری هستی که با شخصیت تو سازگاری نداره. تو از اقتدار میترسی و یا بهتره بگم قلباً میدونی که حق با منه و اینکه باید نظم و قانون اجرا بشه و به همین علت من باید کاری کنم که تو خودتو دار بزنه. من شوخی نمی کنم. فقط یک خراشه. میدونه که من درست میگم. درد داره. درد داره، ولی این درد در برابر شیرینی حقیقتی که جلوی چشممه زیاد نیست. حقیقت ضعف تو، ضعف وجدان لطیفی که تو رو وادار میکنه دل را تو وجدان منو خیلی دست کم گرفتی. حالا کاری رو میکنی که من بهت میگم. با هم به بالای برد میریم. بس کنید، نجنگید، کاری با شما نداشته باشید، بذارید برم. میخوام یک اطلاعیه بدم. من به عنوان داروغه ناتینگهام با پذیرفتن اعمال غیرقانونی دیروز خود در لکسلی اکنون صادقانه از مردم بیگناه لکسلی که از عمل من رنج بردن پوزش میخوام و قول میدم که برای جبران 500 پوند بپردازم و قول میدم در برابر جبران نه من نمیتونم اینو بگم. تو باید به اونا بگی که نگهبانا جلوشونو بگیرید. نمی‌شدم کار به اینجا بکشم. منم همینطور.
این خودشه؟ آره همسرته. اگه اونا رو ببینه چی؟ نگاه کن دیدش. ببین خیلی خوبه. آره من هیچ کسو ندارم، هیچ کسو ندارم. نه فامیلی، نه زنی، نه بچه ای. راستشو بگم واسه مهم نیست. نه ابداً، ابداً. ببخشین گمان میکنم این هنوز خوب نپخته ها. دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.com